سلام، خیلی مخلصیم. خوش اومدیم به کانال خودتون. امروز می‌بینیم که خطزن 1949 کیمیمون صداش عوض شده، حتی خوابش روشن میکنیم تیغه حرکت نمیکنه. امروز میخوایم تعمیر این ماشین رو بهتون آموزش بدیم. خب در ابتدا این سه تا پیچ روی قاب رویی رو باز میکنیم. همیشه موقع باز کردن یه ظرف بذارید، پیچاتون رو بریزید توش که گم نشه. بعد از اینکه سه تا پیچ قاب رویی رو باز کردیم، قاب رو برمیداریم میرسیم به یه قاب دوم که پلاستیکه. اونم دوباره سه تا پیچ داره، یه پیچ این وسط، یه دونه، دو تا هم بالا. اون سه تا رو هم باز میکنیم تا برسیم به برد و موتور ماشینم. اکثرا این خطزنهای چینی یه دونه ایرادی که داره، خیلی ماشینای عالی هستن ولی تنها ایرادی که داره اون پین قابش میشکنه، پین پشت فنرش. اون باعث میشه که اینجوری صدا بده و تیغه حرکت نکنه، که این ماشینمون هم مشکلش همونه دقیقا. حالا میخوایم براتون قابش رو عوض کنیم و ایرادش رو بهتون توضیح بدیم. بعد از اینکه سه تا پیچ باز کردین، قاب پلاستیکی هم برمیدارین، میرسیم به برد و موتور و دکمه. روی این دکمه یه قاب پلاستیکی هست، اونم برمیداریم. حالا میریم سراغ تیغش. تیغه هم از بالا باز میکنیم، اونم دو تا پیچ سرتخت داره. موقع بستن حواستون باشه که پیچایی که سرش تخته واسه تیغه است. خب تیغه همون رو بر میداریم، میبینیم که متاسفانه اوضاع خیلی خرابه. موه داخلش رو تمیز میکنیم. خب خواهیم ببینیم آقا اون صدا از کجا بوده. همونطور که میبینی یه قاب داخل قاب پلاستیکی داره که تو اون کاور فلزی قرار میگیره. اون قاب رو در میاریم، همونطور که حدس میزدیم اینجا یه پین پلاستیکی داره. دقیقا اینجا، من یه جور دوربین رو بگیره، اینجا یه پین پلاستیکی داره که شکسته. حالا من تو اون قاب نو بهتون نشون میدم. این چون پینه این فنر رو نگه میداره، وقتی که میشکنه این فنر میاد میچسبه به این نوک موتور، نمیذاره حرکت کنه یا کند حرکت میکنه. پس اکثرا نشون این مشکل دارن که این پین اینجا چون کوچیکه نازکه، فوری میشکنه، فنر آزاد میشه، میچسبه به قاب آرمیچره. خب حالا میخوایم این قاب رو عوض کنیم، پینش رو درست کنیم. از قبل من این قاب رو خریدم، میبینید که نگاه کنید این پینیه که اونجا شکسته. حالا ما میایم برای تقویتش، گفتم چون زود به زود میشکنه، ما میایم برای تقویتش پشتش چسب میزنیم که دیرتر بشکنه، دوباره دچار اون آسیب نشه. حالا میبینید من چسب 1 2 3 ریختم پشتش که خوش بشه. یه باد بگیرم خوش شد، دوباره جابجا میکنیم و قاب اصلی رو جا میزنیم. خب برای اینکه ببندیم اول میایم داخل این قاب فلزیمون رو با یه مسواکی بورسی تمیز میکنیم، کامل موها رو تمیز بشه. همینطور که میبینید توش قشنگ کامل تمیز کردم. حالا میخوایم مختصات اینو جابجا کنیم با اون قاب اصلیم.
ببینید اینجا یه کلید داره که وقتی این دوتا به هم میخوره اتصال برقرار میکنه. حالا آروم این کلید رو میکشیم بیرون، درونش یه ساچمه داره، اونو سعی کنید گم نکنید. آرمیچر هم آروم از توی قاب در میاریم، فقط حواستون باشه آروم این کار رو انجام بدید که اتصالاتش قطع نشه. یه پیشگوشتی هم میندازیم زیر برد شارژش، برد اصلیش و باتریش رو میکشیم بیرون. بعد از اینکه همه رو کشیدیم بیرون، این داخل قاب یه پایه منفی داره که وقتی وصل به این پایه مثبت اتصال برقرار میشه. میبینید میایم این پایه منفی هم از توی قاب کشوییه میکشیم بیرون، یه پیشگوشتی میندازید زیرش میکشینش بیرون. این شد اون قابی که شکسته بود. همونطور که میبینید نگاه کنید جای پایه شکسته اینجا معلومه. خب میریم سراغ قاب جدیدمون. یه کمی مخورده ها رو تمیز کنم. دوباره موی روی باتری و اینا رو هم تمیز میکنیم که کامل اصولی ماشین رو جمع کنیم. بعد از اینکه چسبش حسابی خوش شد، این پشتش رو چسب زدم برای تقویتش که دوباره فوری نشکنه. میایم برد و اول همون کلید منفی رو سر جاش جاگذاری میکنیم. نگاه کنید اینجا یه کشویی داره، این کلید منفی میفته داخل اون کشویی. فقط حواستون باشه که اتصالاتش قطع نشه. بعد از اینکه جا زدیم میایم آروم، میبینید الان اتصال پایه منفی آرمیچرمون قطع شد که اونو باید لاین کاری کنیم. بعد از اینکه جا زدیم میایم روی پایه قبلیمون یه دونه شفت وجود داره، اونو در میاریم واسه این و جاگذاری میکنیم که برای کلیدمونه. وقتی که جاگذاری کردیم کلیدمون رو برمیداریم، ببینید ساچمه میفته سمت راست و اون یکی سوراخ توی اون میل قرار میگیره. اینجا چون قابمون نوع و یکم جا گذاشتنش سخت، بعد از اینکه جا زدیم میبینیم که وقتی که اتصال برقرار میشه چراغمون روشن میشه. خب حالا میایم آداپتورمون که پایش اینجاه اینا رو میخوایم جاگذاری کنیم. بعد آرمیچرمون
چون یکی از اتصالاش قطع شد نیاز به لحیم کاری داریم. حالا اونو براتون لحیم میکنیم، بعد اتصال برقرار میکنیم. اول میایم این پایین، این پایه شارژش، پایه آداپتورش اینجا یه جا داره که قشنگ تو جای خودش قرار میگیره. بعد این سیمای اتصالیش باید قشنگ بره بغلش که اون برد میاد روش دچار قطعی نشه. ببینید قشنگ برد تو جای خودش قرار گرفت، دیگه اصلا تکون نمیخوره. دوباره اتصالمون رو چک میکنیم، اتصال برقراره. حالا میایم این کابلایی که سیمایی که اینجا نگاه پخی شده، اون چون زیر اون قاب فلزی قرار گرفته، برای اینکه اتصالش قطع نشه قشنگ میدیم میره اون زیر که اون قاب فلزی روش فشار نیاره. حالا میایم آرمیچرمون هم جاگذاری میکنیم تا بعداً اتصالش رو لحیم بزنیم. بعد از اینکه جاگذاری کردیم این کابلی که قطع شده و سیمی که قطع شده بود و لحیم میکنیم تا اتصال برقرار بشه. نگاه کنین الان اوکی داره کار میکنه. بعد از اینکه اتصال برقرار شد دوباره تو قاب فلزی جاگذاری میکنیم و براتون میبندیم. خب بعد از اینکه پایمون رو لحیم کردیم، اتصالی که قطع شده بود، میبینیم مدارمون تکمیل شد، آرمیچرمون داره کار میکنه، کلید هم خاموش روشن میشه. میایم قاب فلزی اصلیمون رو، قاب پلاستیکی رو نگاه کنین یه دونه سوراخ جا داره واسه اینجا. اول نوک قاب رو جاگذاری میکنیم، بعد اون وسط خودش میخوابه سر جاش. میبینیم که مدار کامل داره کار میکنه. خب بعد از اینکه قاب روی کلید رو میذاریم، حتما یادتون نره اینو بذارین بعد قاب بعدی رو ببندیم. وقتی که جاگذاری کردی قاب پلاستیکی دومیه رو جاگذاری میکنیم و سه تا پیچ رو میبندیم. میبینید سیم اضافه است، اینا رو میدیم ته که مزاحم نباشه. بعد از اینکه جاش نشست پیچ وسط رو سفت میکنیم. در حین کار نگاه مدار رو روشن کنین که یه موقع اتصالاتون قطع وصل نشده باشه تا قبل از اینکه قاب رو ببندین دوباره درستش کنین. دو تا پیچ بالایی هم سفت میکنیم. فقط اینا رو حواستون باشه وقتی که زیاد سفت میکنی پین میچسبه به فنر، یه صدای ریزی میده. بس با دو تا پیچ بالایی رو زیاد سفت نمی کنیم که قاب فشار بیاره وصل به آرمیچر. الان براتون تست میکنم ببینیم. باید زیاد سفت نکنی که اون قاب پلاستیکی نچسبه به اون سر آرمیچر. بعد از اینکه قاب پلاستیکی رو بستین حالا قاب فلزیشو
میزنید روش. این پایین نگاه کنید جای چراغ داره، اون باید جای خودش بیفته. وقتی که افتاد دوباره 3 تا پیچ این هم میبند. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. کلی کلیپ های آموزشی راجع به آرایشگری، تعمیرات، قطعات میخوایم براتون بذاریم. ببینیم وقتی که اون 2 تا پیچ پایینی رو اول سفت میکنی، این پیچ بالایی این قاب میاد بالا، به تعادل نمیرسه. این 2 تا رو یکم اول شل میکنی، 3 تا پیچ با هم میبندی که قاب قشنگ بشینه سر جاش. بس هیچ کدوم رو اول سفت نمیکنی، 3 تا رو با هم سفت میکنی که قاب قشنگ جای خودش تخت بشه. بعد از اینکه قاب رو رم بستیم میریم سراغ تیغا. تیغامون هم یه تمیزکاری میکنیم که موی چیزی روش نباشه. بعد از اینکه تمیز کردیم نگاه کنید روی تیغه متحرکمون، به این میگن تیغه ثابت، به این میگن تیغه متحرک. اون تیغه‌ای که تکون میخوره یه پین داره، این 2 تا شیار داره. این شیار جای فنره و این شیار بزرگه جای نوک آرمیچره. پس میایم اینا رو نگاه کنین قشنگ اون میخوره بین این 2 تا فاصله، نوک آرمیچر میفته، توی این خارا هم فنر میفته. پس قشنگ نگاه کنید فنر رو جا میزنیم. بعد از اینکه جا زدیم با دست نگه میداریم، تیغه ثابتمون رو میزنیمش. بعد اینجا دیگه جای ریکلاژ نداره، چون جای پیچش ثابته دیگه بالا پایین نمیشه مثلا موزرای قدیم، ثابت فقط توی یه جا. بعد میایم پیچش رو میبندیم. پیچش هم سر تخت بود، اشتباه نبندیم با پیچای روی قاب. پیچا رو که ببندین خودش ریکلاژش میکنه، چون میگم خودش جای تکون خوردن نداره، یه جا ثابته. پیچاشو که ببندین تو جای اصلیش خودش ریکلاژ میشه و بسته میشه. بعد از اینکه بستیم ماشین روشن میکنیم، میبینیم که هم صدا اوکی شده، هم مثل روز اول موها رو میزنیم. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو ما رو تماشا کردین. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، نظراتتون یادتون نره. هر سوالی هم داشتین کامنت کنین، بهتون جواب میدم. کلی هم کلیپ آموزش آرایشگری و تعمیرات و آموزش با مواد و فر حتما تو این کانال قرار میگیره. حتما ما رو سابسکرایب کنید. به امید دیدار.